السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محترم نماینده مثلا چنین است وقتی در سن 60 سالگی پدرم صورت میکشن که رسامم یک صورت پدرم رو 60 به 80 یک 60 به 1 همین که صورت کلام یک رسام مراجعت کردم کشیده داد همونو در خانه کشال کردم دیگه همونو چیکار کنیم شما فهمیدیم که همون درست نیست همونو بله چیکار کنم من کجا چیکار کنم من حیران شدم صورت جاندار کشیدن خواه حیوان است خواه انسان است. الله تعالی روز قیامت کشیدگی و فرمایش دادگی هم به همین گناه شریک است. شما سبب شدید که صورتکش همین صورت کشید. الله تعالی روز قیامت مثل من آفریدی میگه. الله تعالی میگه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسانیت را در بهترین صورت آفریدیم. از دیگر مخلوق ها دیده الله تعالی انسان را تعریف کرد. خودش همه چیز آفرید، آسمان هم الله تعالی آفرید، زمین هم الله تعالی آفرید، کوه هم الله تعالی آفرید، درخت هم، آب هم، حیوانات هم. لیکن گفت که ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم. شما هم در بهترین صورت کشیدید، یعنی عیناً اونی که الله تعالی ساخته بود همون خیل ساختید. بعد روز قیامت الله تعالی جان ده میگه. ولی مسئله فوتوآپارات، صورت گرفتن به طریق فوتوآپارات، آیا از صورت کشیدن با دست فرق میکند یا نه؟ این مسئله اختلافی است. وقتی که فوتوآپارات ها نو برآمد بسیاری از عالمای معاصر حرام گفتند. دیری نگذشته رسم هاشون در مجله ها چاپ شد. دیری نگذشته خودشون صورت میگرفتند و از فتواهاشون گشتند برای آنکه آنهایی که اجازت دادن گفتن این یعنی که فوتوآپارات و کامراها اینا ما نمیکشیم، این عیناً ساخت الله تعالی رو مثل آینه نشان میدهد فقط گفتن. یعنی اینجا یگان مهنت ما نیست. و بعضی عالم ها را هم شاهد بودیم که فوتوآپارات آورده به درس داخلش کشاده میفهماندند به زبان تکنیکی که این کشیدن نیست گفته. این عیناً اون چیزی که الله تعالی همین در نمایش گذاشتن گفته. خلاصه مسئله یعنی که حالا به تلفن یا فوتوآپارات رسم میگیرید آیا این هم مانند آن هست یا نه؟ به هر حال اختلاف وجود دارد. به هر حال کشیدن، در مسئله کشیدن حدیث ها خاص است و از همه بدترینش ساختن هیکل ها. در این مسئله ها حدیث ها خاص است، اما آیا فوتوآپارات رو حدیث ها در بر میگیرد یا نه اختلاف است. والله تعالی اعلم. نه استاد نه همین رو در خانه کشال کردم دیگه اون میگم نکنه وای نه فقط کشال کردم وای دعوامه وای شما وای فرمایش دادگی هستید و بعضی در گلیم نقشش میکشن. این جزا دارد. ولی من دستات کردیم اصلا پرسام که چیکار کنم ما فهمیدم از وی گذشتهتون ممکن نیست همین چیز بعد این وای در آمدم من پرسام. بله فهموندم کو. رحمت کنم.